قبرهای خمره‌ای دفن شده در زمین‌های کشاورزی امروزی، گوردخمه‌ها، گوربردی‌ها و همچنین قبور اسلامی و غیر اسلامی دارای سنگ قبر ایستاده و نیز کلتپه‌ها که در آنجا خاکستر مردگان دفن می‌شد و دارای سفال‌های فراوانی در سطح زمین هستند، فاقد ارزشند. سازه‌های باستانی در مواردی دارای تدفین‌هایی به صورت اتاقک در کف سازه هستند، ولی به دلیل آوار زیاد و گاهن تپه ایجاد شده دست رسی به آنها سخت یا ناممکن است. طبق کاوش‌های صورت گرفته و نیز نوشته‌های هرودوت مورخ یونانی، قبور با ارزش که از دوران هخامنشیان به بعد ایجاد شده اند خارج از سکونتگاه‌ها و در محلی مرتفع و یا دامنه رو به طلوع خورشید و معمولاً پشت چشمه‌ها ایجاد شده اند. گاهن در دشت‌های مسطح تپه‌هایی دیده می‌شود که برگرفته از فرهنگ رومی و مربوط به تدفین‌های رومی هستند. به این تپه‌ها تومولوس گفته می‌شود که در دل خود قبر یا قبوری با ارزش دارند که معمولاً مربوط به سردارهای رومی و یا ایرانی هستند. در این تپه‌ها گاهن چند ردیف قبر به صورت طبقه‌ای روی هم قرار دارند که بسیار با ارزش هستند. این را در نظر داشته باشیم که همیشه دامنه‌های رو به طلوع خورشید و پشت چشمه‌ها و خارج از سکونتگاه‌ها بهترین مکان‌ها برای کاوش هستند. در قسمت بعد ارتباط بین نمادها و علایم را با انواع تدفین‌ها بررسی می‌کنیم. با ما باشید.